بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی انسان دارای اخلاق زیبا شد، یکی از آثار اخلاق زیبا این است که در قیامت که یوم الحساب است و یوم محاکمه و رسیدن به رفتار انسان و اعتقاد انسان و اخلاق انسان است، اخلاق و اعتقاد او را بر اساس موازین می سنجند. مراد از موازین نه این ترازوهایی که جنس را می چشند. 1 کیلو سیب زمینی شما بخواهید، در ترازوهای قدیم سنج 1 کیلویی را می گذاشتن کفه، 1 کفه ترازو، این جنس هم در کفه ترازوی دیگر می گذاشتن. خب به این می گفتن میزان. در روز قیامت میزان هاست و نزل موازین القسط، بر اساس میزان ها و ترازوهای عادلانه اعمال انسان را مورد محاسبه قرار میدن. خب طبیعتا هر کس میزان او، کفه اعمال او سنگین تر باشد، او برنده تر است و هر کس موازین او سبکتر شد، او بازنده است. در روایات آمده است رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ما من شیء اثقل فی المیزان من خلق حسن. در روز قیامت چیزی سنگین‌تر که ترازو و میزان عمل او را سنگین‌تر بکند بهتر از حسن و خلق نیست. یعنی با اخلاق زیبای خود می تواند اون ترازوی خودش را سنگین‌تر بنماید. ما شهید مطهری در کتاب داستان راستان نسبت به عبد صالح، فرمانده امین و یاور نزدیک امیرالمؤمنین علیه السلام از مالک اشتر نقل می کند. وقتی مالک اشتر فرمانده کل قوای سپاه امیرالمؤمنین در صفین بود، از بازار کوفه رد می شد، یه سبزی فروشی آشغال‌های سبزی همراه با آب کثیف را میخواست بیرون بیندازد، به طرف مالک اشتر انداخت و او مالک را نمیشناخت که فرمانده قوی سالم امیرالمؤمنین است و رهبر قبیله نخه که در کوفه یکی از قبایل بسیار مهم بود هست. مالک بدون اینکه عصبانی بشود، ناراحت گردد و به عنوان فرمانده کل قوای امیرالمؤمنین این مغازه‌دار را مورد مؤاخذه و دعوا قرار بدهد، به آرامی رد شد. وقتی دور شد، همسایه ها به این صاحب مغازه اشاره کردند، اطلاع دادند که میدانید به چه کسی جسارت کرده اید و میدانید چه کسی را مورد اهانت قرار داده اید. مغازه‌دار عرض کرد نشناختمش. گفتن او مالک اشتر است، فرمانده بزرگ امیرالمؤمنین است، رهبر قبیله نخه است، شجاع‌تر از او در کوفه وجود ندارد. این تا متوجه شد با چه کسی درگیر شده است، به دنبالش دوید
او را در مسجدی یافت که مشغول عبادت است. به دست پای مالک اشتر افتاد. من نفهمیدم، شما را نشناختم، این بیادبی را نسبت به شما انجام دادم. مالک عرض کرد من به مسجد نیامدم مگر اینکه شما را دعا بکنم که در سایه بیادبی نسبت به من خدا شما را مورد عذاب قرار ندهد. من گذشتم، خدا نیز از شما بگذرد. خب این کرامت اخلاقی است که مالک راضی نیست یه نفر به خاطر اهانت به او دچار عذاب در آتش جهنم گردد. اینا دست پرورده مکتب ولایت بودند و اینا درس آموخته مکتب با کرامت نبوی بودند. منتظر نمی شدند تا کسی بیاید از آنها اعتذار بکند، معذرت خواهی بنماید که نسبت به شما ما بیادبی کرده ایم، چون آموخته بودند اخلاق با کرامت و زیبایی های اخلاق ظاهری و مادی بهشت آفرین است و میزان انسان را در روز قیامت سنگین تر می کند و انسان اگر بتواند با توجه به حق تبارک و تعالی غضب خودش را کنترل بکند و در سایه حلم از رفتارهای جاهلانه خودداری بکند، او موازینش سنگین است، او موجودی بهشتی است. وقتی این حقیقت را از مکتب آموخت و در کنار مربیان معصوم از نبی و ولی نفس خودش را تربیت کرد، چنین مقام شایسته‌ای می‌یابد. جواب بدی بدی نیست، جواب بدی خوبی است و منتظرم نیست که بیاید از او اعتذار بکند، چون دید بسیار بالایی دارد. میگوید خدایا به خاطر من کسی را جهنمی نکن. خب این که حتی نمیخواهد دیگری نیز به خاطر اهانت او به جهنم برود، معلوم است که از خودخواهی بیرون آمده. او در پی نجات دیگران نیز هست. لذا فرمود ما من شیء اثقل فی المیزان من خلق حسن. هیچ چیزی مانند اخلاق نیک در میزان عمل انسان سنگین نیست. اگر قرار است انسان را با میزان بسنجند، اون وقتی کفه ترازو سنگین تر است که او دارای ملکات اخلاقی از مکارم و محاسن الهی باشد، خلق و خویش را بر اساس خلق و خوی الهی ایجاد و درست و تربیت کرده باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.